الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. یک مردی اعما نابینا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول الله، یگان نفر نیست که من را به مسجد برد. به من اجازه بده تا نمازم را در خانه‌ام خوانم. پس اجازتش داد. وقتی که مرد برگشت به سوی قفا، رسول الله صلی الله علیه و سلم او را باز خواست و گفت: ای مرد، آیا آواز اذان را میشنوی؟ مرد در جواب گفت: آره، میشنوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: وقتی که آواز مؤذن را میشنوی، آواز اذان را میشنوی، باید حتما به نماز بیایی. و در دیگر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر مردم میدانستند که در اذان دادن چقدر ثواب هست، برای اذان گفتن قرعه پرتایی میکردند. و اگر میدانستند که در بر وقت مسجد آمدن چقدر فضیلت و ثواب دارد، برای رسیدن از یکدیگر سبقت میگرفتند، یعنی پیشتازی میکردند. و اگر میدانستند که در نماز خفتن و بامداد چقدر ثواب و فضیلت و درجه دارد، اگر پایهایشان هم کار نمیکرد، با دست و پا، حتی با شکم مسجد می آمدند که اون ثواب ها را در بیابند. ببینید ای دوستان، این پیرمردی که هم ضعیف است و هم نابینا، یک بندی را از خانه‌اش کشیده هر روز به مسجد همون بند را قپیده می آید. و چه رسد بر ما و شما که تن و جان صحت داریم، دست و پای گیرا و روا داریم، نمیاییم به مسجد. الله مهربان محبت نماز جماعت و محبت مسجد را در قلب هر یک ما جای گردانده باشد.